جنگ روسیه در اوکراین تاجیکان و تاجیکستانیان را در دو جبهه قرار داده است. بخصوص در شبکه‌های اجتماعی مردم به گروه طرفداران و مخالفان جنگ تقسیم شدند. گروهی میگویند که کار روسیه درست است و گروه دیگر بر اینند که و میگویند که روسیه با تجاوز به قلمروی اوکراین تمام قانون‌های بین المللی را زیر پا کرده است. آنها هشدار میدهند که چنین روز به سر کشورهای دیگری پساشوروی نیز آمده میتواند. آیا چنین است یا چنین نیست؟ امروز کارشناس مسائل حربی و امنیتی مهدی صابر که در روسیه قرار دارد و سیاستمدار معاون رئیس سازمان در تایسان ممنوع پیمان ملی علیم شیرزمانوف را به برنامه دعوت کردیم تا نظر دهند و با احترام به نظر همدیگر بحث کنند. به گپ آزاد خوش آمده. درود بر شما. محترم مهدی صابر، در صفحه شما در فیسبوک میبینیم که یک دعوت به دستگیری جنگ در اوکراین را نشر کردید. برای حمایت از موضع‌گیری روسیه شما دقیقاً چی دلیل یا دلیل‌ها دارید؟ مرحمت. اولا سلام و درود به همه هموطنانی که در بیرون از مرز زندگی دارند و به همه فرسبان دنیا. پیش از همه باید بگوییم که امروز وضعی که در دنیا عملی شده است در اینجا هیچ گونه اگرسیون نیست و همه این وابسته است به دولت‌های غرب و از جمله به آمریکا و به تشکیلات حربی و سیاسی ناتو. چون که اگر ما کمتر اگر پیشتر به گذشته نظر کنیم اتحاد شوروی رو آمریکا از بین بود، اما در این اتحاد شوروی قریب که به یگان نفر شهروندان سابق اتحاد شوروی و جمهوری ها یگان سری در عوض داده نتوانست و برعکس کوشش کرد که روسیه و این کشورهای پساشوروی رو در ازدواج و در مقابل همدیگر قرار دهد. اگر سری وقت اگر آمریکا بعد از آن که اتحاد شوروی بر هم خورد اگر موافق برنامه پلان مارشال عمل میکرد و یگان مبلغ‌های درست به این کشور میفرستاد به کشورهای پساشوروی، شاید که ما در عوض اتحاد شوروی میتونستیم که رو به دموکراسی و به آزادی و حقوق انسان رو به آن سوی که به خواستای امریکا بریم، اما چنین نشد و ببینید که در مدت همین 30 سال که اتحاد شوروی از بین رفته است فقط مبارزه برای آن است که چیکار کنند که روسیه را از بین برد و این روسیه را به چندین کشورهای خرد تقسیم کند. این که موقع شما از روسیه به طور روشن حمایت میکنید به خاطر این است که شما در روسیه شهروندی دارید، فرزندان شما شهروندی دارند، کار و زندگی دارید، به خاطر این بود؟ اگر شما در روسیه نمی بودید چی؟ این به اون مقصد است که بعد از پراکنده شدن اتحاد شوروی یگانه کشوری که در کنار تاجیکستان بود این روسیه بود و روسیه بود که برای تاجیک‌ها در دروازه خود باز کرد و هر یک شهروند تاجیکستان را قبول کرد و امروز می‌بینید که برای روسیه 176,000 کوتای مهاجر است، اما از تاجیکستان در حدودهای روسیه 3 میلیون نفر زندگی میکنند و قریب نزدیک 1 میلیون شهروندان تاجیکستان یا شهروندی روسیه را دارند و همه آنها شهروندی روسیه دارند و سوگند یاد کردند که با همین کشور روسیه آنها هیچ خیانت نمیکنند و آماده هستند که روسیه را حمایت کنند و همچنین یک شهروندی با حقوق همون نفرانی که پیشتر در این تلاشن برابر آنها در برابر دشمنان روسیه آنها مبارزه کنند. تشکر. همین هم مثلا من بله. علیم شیرزمانوف، نظر شما درباره گفته‌های مهدی صابر چی است؟ خب ببینید بگذار همین روس‌های پاتریوت یا روس‌های ملی‌گرای بر خرسند شده باشند که همین کریم به روسیه پیوست و باور کردگی باشند که در اونجا خوب رایپرسی واقعی بود و بگذار اکثر اونها بر جانبداری از جمهوری‌های خودخوان دنیتسک و لوگانسک هم خوب به تبلیغات حکومتی خود باور کرده باشند و این مفکوره استعمار زده تاجیکی هم باعث شده باشد که اکثریت حتی به نظر بنده میتابد که اکثریت تاجیک‌ها هم در این جبهه قرار گرفتند، ولی همه این ضدیت ها همه این مقابل استی ها را من میتوانستم به هر دو جبهه به هر دو جانب
حق داده می توانستم که اونها موقع خود رو داشته باشند و از اون دفاع کرده باشند تا 24 فوریه. 24 فوریه این جبهه رو یعنی جبهه دیگر در بین نیست، در بین دیگر بشر است و اهرمن است. یعنی از یک طرف سفید است، از یک طرف سیاه. سفید و سیاه در اینجا جدا شد و اصلا در اینجا مطرح نیست که من طرفدار خب پیوست شدن کریم بودم یا نبودم. این تجاوز بی اساس، تجاوز بی سبب، حتی تجاوز بود که بی بهانه با یک کشور دیگر، یعنی تمام قاعده های بشری رو ویران کرده، تجاوز کرد. و در اینجا الکی بعضی ها میگوین که جانب میگیری، یا ما الکی حق نداریم که همچون کارشناس یا همچون روزنامه‌نگار بیایم و بگویم که این هنوز طرف ها هستند، یعنی طرف روسیه و طرف اوکراین است و من باید در اینجا یک خالصانه یعنی بی‌غرضانه مناسبت کنم. اصلا نه. من اگر انسان باشم، من جانبدار از هجوم پوتین از تجاوز روسیه به این کشور اصلا باید جانبدار نباشد. ما در واقع میفهمیم که در روسیه بیشتر از 1 میلیون مهاجر تاجیک کار و فعالیت میکنند و منبع اساسی روزگارشون همین کار در روسیه است. اما حمایت از جنگی که کودکان و زنان در آن قربان میشوند در اوکراین منطقی است. نظر شما رو میخوایم بدونیم جناب مهدی صابر. مرحبا. اولی که روسیه با مقابل اوکراین جنگ اعلام کرده است. تنها در لوگانسک، دونیتسک، در همون دو تا ولایتی که هست در اونجا چندین سالش که دیگه زیر یک کشورهایی میخوان که علاوه اسپولت رو اعلام کنند. در اینجا همه از طرف همگراهای بهدری همیشه مبارزه و ادامه میکرد و روسیه برای شناختن همین دو جمهوری یک مبارزه ضد تروریستی گذاشته است. تا هنوز جنگ اعلام نکرده است و هیچ وقت هم اوکراین نمیتونه که در نزد روسیه مثلا یک دو سه روز ایستادگی کنه تواند. برای همین این همه پروپاگاندای غرب است و اینجا یگان جنگ نیست. تنها روسیه میخواد که همون دو جمهوری، دو تا ولایت سابق رو آزاد نگاه دارد و در حدود همون سرحدهای پیشرفشان. برای همین هم بله جناب مهدی صابر، شما که در اوکراین زندگی نکردید، از کجا میدونید که در اوکراین ملتگرایان و به قول روسیه فاشیست ها هستند؟ اینا میخواستم. این ملتگرای اوکراینیا چندین سال پیش بود در همه روزنامه ها و در همه سایت ها و در همه وسایل اخبار آمد. در باره ما همیشه مقاله می‌نویسم، برآمدها میکنم، همیشه گام میزنم و از سال 2014 بود این چیز، از فوریه سال 2014 این چیز بود به طور عمومی همیشه تحریم کرده میشه. محترم علی شیرزمانوف، نظر شما به این حرفای مهدی صابر؟ اصلا ملتگرایی ما تاجیک‌ها را در اوکراین داریم. ملتگرایی اصلا با اوکراین‌ها اصلا نزدیک هم نیست. یگان ملتگرا در اوکراین نیست. تعداد کوچک روسبدبین هست، روسبدبین، و این سبب خود را هم دارد. و این روز من هم یک روسبدبین شدم بعد اون تئاتر درامایی که دیشب در ماریوپول با 1000 چند نفر کودک و موی سفید و آدمای ملکی زیر بمباران ماندند و بعد این روسبدبین من هم میشوم. یعنی اینجا ملی گرایی نیست، ملت گرایی در روسیه است که من خودم در روسیه چندین بار با ملت گرایان روبرو شدم. در اوکراین ملت گرایی نیست. این افسانه است که من مطمئنم که اون طرف هم باور ندارد به اون گفته‌هایی که گفته ایستادم. این اصلا باور این کسم ندارند و تمام اون شهروندان روسیه که در همین روحیه جاه‌طلبی امپراتوری در مینه مردم روس که است، این رو عادتا از کارشناسان به تبلیغات ربط میدن، یعنی به پروپاگاندا. برادران پروپاگاندا که نه آمد خوب
با مردک های همین خیل کلانسال به کمال رسیده نه آمد که در مینهشون یک فضای خالی بود و سلویا و کسلیا و دیگرها آمدند و این مینه های اینا رو پر کردن. نه، این روحیه استعماری تاجیکی است که ما تصور کنید به هر دوی شما سوال خودتون به خودتون سوال مونید آذر در تاجیکستان چند فیصد اهالی تاجیکستان در ماتم SSR ششته است و اگر امروز رای پرسی گذرانه چند فیصد تاجیکان راضی میشوند که همچون یک ولایت در هیئت روسیه باشند، انا همون فیصد همش جانبدار تجاوز پوتین است. تشکر جناب مهدی صابر. شما به این حرف شیرزمانوف که گفتن ملتگرایی در روسیه راضی هستید؟ من شیرزمانی عزیز رو بیشتر نمیتونم، زیرا که برادر عزیز ما مثلا ترکا فقط میتونیم که در پهلوی روسیه میتونیم که نفوذ داشته باشیم، میتونیم که انکشاف یابیم و به همه مقصدهایی که داره به اون رسیم. در علایدگی ما با یگان کار کردن نمیتونیم، به همه این چیز معلوم است و واقعا هم چرا مثلا تاجیک‌ها امروز میخوان که با روسیه باشن؟ برای که مردم تاجیک در مدت 30 سال از روسیه بسیار منفعت‌ها دیدم. ما با روسیه قریب که 200 سال مناسبت یکجا داریم، یکجا زیستیم. درباره ملتگرایی روس‌ها در روسیه می‌خواستم. من شخصا در روسیه زندگی میکنم. من در یگان جای در نمیدونم یگان روس ملتگرایی ببینید همه روس‌ها هستن، خیلی احترام کلام داریم. یگان کسی نیدم. من مثلا همین گپ شما رو تقویت دادم میخوام. گپ شما رو تقویت دادم میخوام. یک دقیقه. شما که میگید که روسیه شما رو میخوراند و میپوشاند، آذر با همین حرکت احمقانه پوتین بعد 2 ماه تمام تاجیکان اونجا بیکار میمونند. همه این مبلغ هایی که باید همین خویشاوندان من، یک تعداد بزرگ خویشاوندان من در روسیه کار و فعالیت دارند و امروز الکی معلوم است که وضعیتشان بد شده ایستاده است و من میترسم که بعد 1 ماه الکی اونها نان خود را پیدا کردن نمیتونه. تشکر. بیاید به سوال بعدی گذاریم. رئیس جمهوری اوکراین چون تعداد که روسیه هیچ وقت به زمان نمیافته. روسیه دولت بزرگ بود، بزرگ میموند و ساحه کشاورزی روسیه امروز در دنیا در جای اول رفته است. جناب مهدی صابر به این صحبت ادامه میتیم. جناب رئیس مستقی نمیشد در روسیه میتونه که باز هم شرای صبح شرای خورونت شونه. حالا به سوال بعدی گذاریم. بله ببینید رئیس جمهوری اوکراین رئیس جمهوری اوکراین ریشه های یهودی دارد. در حکومت او نمایندگان چندین قوم و ملت ها هستند که چگونه میتوان این حکومت را ملتگرا نامید؟ جناب علیم شیرزمانوف. خب خود زلنسکی یهودی است. یکی از چهره های با نفوذ اون یک فامیل چی دارد؟ مسلمانی دارد. یک تا دیگر کیم فامیل کریگی دارد. همه همین خب بلندترین مقام ها رو اگر یک نظر کنید همه‌شان از قوم های گوناگونند و ببینید در به ملیگرایی متهم کردن اوکراین در روسیه یکی 30 سال یک قریب که 22 سال یک نفر سر قدرت است و بگذار او کدام ملتی که نباشد، او روس باشد، او کدام ملتی که نباشد، او الکی فاشیست است. او یکی 22 سال سر قدرت با هر بهانه قانونها رو عوض کرده ششته ایستاده است. او الکی فاشیست است. در اوکراین حداقل 4 پرزیدنت یا 5 پرزیدنت زنده را داریم که 2 پرزیدنت زندهش امروز با لباس نظامی از وطن خود دفاع کرده ایستادند. انا کجا است ملتگرایی؟ بله جناب شیرزمانوف، برای ملت خود نداده است. یک لحظه جناب شیرزمانوف، روسیه میگوید از بس که غرب نگرانی های امنیتی آن را نادیده گرفت و میخواد ناتو را پشت در روسیه بیارد.
برای همین عملیات را آغاز کرد. در این باره چه میگویید؟ چون که در بحث‌های کاربران این را هم می‌بینیم که یک سبب جنگ روسیه نامیده شده است. او در ترکیه است، ناتو در فنلاندیا عذر می‌دارد، پشت در روسیه ناتو است. این یک بهانه بیش نیست که پشت در خوب اون ناتو میاد. این فقط ببینید سبب اساسی تجاوز پوتین به اوکراین میدانید در چی است؟ اون دونتسک و لوگانسک که مستقل روسیه و اون طرف ماریوپول که در طول همین 8 سال همین خیلی ترقی کرد که این پوتین و دار دستش از جمله همون مقامداران جنایت پیشه لوگانسک می دیدن که بعد 2 سال خود مردم لوگانسک و دونتسک اونها رو بدار می آویزد، نشان میدهد که اون طرف بینید و این طرف بینید. تشکر. یعنی مردم زندگی مردم مجبور میکرد که اینا رو بدار آویزد. جناب مهدی صابر، مگر راه‌های دیگری رفع نگرانی‌های امنیتی روسیه وجود نداشت؟ مثلا راه‌های آسایشته، گفتگو و مایل کردن اوکراین به پذیرفتن این نگرانی‌ها شرط بود که با تانک و توپ و موشکباران این مسئله رو حل کنند؟ نظرتون چی است؟ یگان راه میگه نداشت، چون که از سال 2014 تمام راه‌ها را گفتگو بود، یگان چیز حل نشد. تنها این عمل‌های دولت‌های غربی است و آمریکا است که می‌خواهند که روسیه را از بین برند و قسم‌ها تقسیم کنند و برای راه یافتن به منبع‌های انرژی عضو مرکزی دیگر یا اونها می‌خواهند که همین را عملی کنند. چرا بعضی خوشخواه اتحادیه شوروی اونها مثلا نتونستند که در این جریان کمک به روسیه کنند و در راه یک سری اونها تمام می‌خواستند که روسیه از بین برند لیست کنند. وقتی که سال 2000 پرزیدنت محترم ولادیمیر پوتین سر قدرت آمد با اونها چندین بار پیشنهاد کرد که من میخوام که با اتحاد اروپا داخل شوم، من میخوام که با ناتو داخل شوم، که برای شما در این جون نیست. در نقشه ما فقط ما باید اوکراین و گروزیا رو با ناتو داخل بدیم، ما درباره اساس سخن نیست. و اگر بیاد میره سال 2007 در میونخ یک نشست سران چهرهای 22 گردید، در اینجا پوتین برای کرده گفت که بعد ما نمیتونیم که با نشانداد شما عمل کنید و شما رو نادیده میگیرید. ما بزرگ هستیم، شما میگید که بزرگ باشید، شما در جامعه و در دنیا نفوذ ندارید و ما این خیلی دیگه استفاده نمیتونیم و ما میخوایم که خودمون رو نشان دهیم ما هم هستیم و ما باید برای بخطری کشور خود مبارزه بریم و باید که ما بخطری دولت خودمون حمایت کنیم. ولی از همین جا شد که بعد به مقابل پوتین گفتن که سر که پوتین یعنی یک نفری هستی که برای آنها خطر داشته باشه. تشکر. تنها یگانه این مقصد هم است که نباید که ارتش ششمی افراد بحری آمده در بر اسرائیل جدید شود که در قوای نظامی روسیه هستند، قوای بحری روسیه هستند، نباید که در سرحدهای پاش و روسیه آمده مثلا بریگادهای دسانتی و بریگادهای نظام پیاده نظامی امریکا جویشان همه از سر همین بود و تمام قوا و قدرتی دولت‌های غربی امریکا برای همین که کیسر قواها باری کنند، سلاح و میواد باری کنند و توانند که در اینجا روسیه و بلاروس بعد وقتی روسیه در درون آغام کنند و روسیه پراکنده کنند. جناب شیرزمانوف، یک کاربری در واقع یک کاربری تاجیک درباره منطق حمایت تاجیکان از جنگ در اوکراین را حمایت کرده و مثال آورده است که ضرور باشد، روا باشد و یا زندگی آینه را محتاج خاکستر کنه. یعنی تاجیکان از ناچار و ناعلاجی روسیه را دستگیری میکنن. نظر شما؟ نه، من 100% مطمئنم که این روسیه و چه شهروندان روسیه و چه شهروندان تاجیکستان در این جبهه به خاطر تاجیکان به خاطر استعمار زده بودن خود. بنده خودم در دوره مکتب خونی هم یک امپراتور خواه بودم. یعنی من هم یک جانبدار بودم که شوروی بیاید و نصف دنیا را زید کند و بگیرد. یعنی این تربیه است که در چنین دولت ها مردم تربیه می یابد و ما در اساس تربیه اون علاوه بر اون مفکوره استعماری که خودمون داریم، من تکرار میکنم که اگر امروز در تاجیکستان رای پرسی گذرد،
اکثریت کل تاجیکان آواز میدهند که تاجیکستان به حیث یک ولایت به روسیه وارد شود که این مفکوره استعماری است و این مردم با این مفکوره خیلی متاسفم از آن که مردم ما چنین مفکوره دارد و با این مفکوره ما موفق نخواهیم شد که یک دولت آزاد و شکوفا را داشته باشیم. من این گفته که الان شیزما روزیش نمیتونم، چون که من مثلا در دوره شوروی تلاشم من شهروند SSR بودم، من اکنون شهروند روسیه هستم، من روسیه اندیشه میکنم، من مثلا طرز زندگی روسیه است، من با روسیه هستم، من چرا از روسیه حمایت نکنم؟ من از روسیه حمایت میکنم چون که در اینجا 3 میلیون هموطنان من زندگی میکنم. غیر از این در تویسان قریب 10 میلیون اهالی دارد که برای تویسان به 7-8 میلیون بسنده است که تماما که دولت تویسان رو پیش برن و تویسان گلگون شکوفد و تصور کنید که تمام امروز درآمد و برآمد و خرج صرف تویسان از روسیه وابسته است. و در پایان برنامه میخوام نظری هر دوی شما رو پرسم و خیلی کوتاه فشرده که راه درست حل مناقشه در اوکراین چی بوده میتواند؟ مرحمت جناب شیرزمانوف از شما شروع میکنم. خیلی کوتاه خواهش میکنم. پیروزی به چون و چرای اوکراین با دستگیری تمام دنیا از جمله تاجیکستان. جناب مهدی صابری شما چه میگین؟ مرحمت خیلی کوتاه خواهش میکنم. اون چه که روسیه میخواد که اوکراین اعضای ناتو نباشد، باید او یک کشور آزاد باشد، با همین راه پیش رفته میتواند اوکراین. اگر تا اون وقتی که در یک کشورهای غربی و امریکا میخواهند که یگان سر درارن و ناآرام میورن، اوکراین آرام نمیشه. تشکر زیاد و سلامت باشید برای شرکتتون در برنامه گپ آزاد. بینندگان عزیز سپاس برای همراهیتان و مهمانان ما مهدی صابر مهاجر تاجیک و شهروند روسیه و علیم شیرزمانوف یکی از مخالفان دولت تاجیکستان حضور داشتند. برنامه را به پایان میبریم. من میرزا نبی خالقزاد بودم. خدا نگهدار شما.